خب اول یک عذرخواهی کنم به خاطر اینکه سرمون خیلی شلوغه، میز کارمون شلوغه، دوربرمون یا شلوغه، چند تا موتور داریم موتورسیکلت هم باز کردیم مال پسرمه، کلا دستمون شلوغه و یکم فضا کم. خب ترموستات برقی، ترموستات الکتریکی که یه مدتی از روی ماشینای چینی و فکر کنم داخلی هم دارن اینو میذارن روی ماشیناشون، قطعه فوق‌العاده‌ای که توی دمای مختلف باز میشه و از واشر زدن ماشین جلوگیری میکنه. تو چه شرایطی باز میشه به درجه ای؟ فکر کنین توی حالت لو یعنی سرعت کم و بار کم، اینجا روی 80 درجه این عزیز دل دهنش باز میشه و آب میره. حالت دوم به حالتیه که ماشین سرعتش بالایه، احتمالاً بار زیاد داشته باشه، نفرات زیاد، مسافران زیاد و سینه کشی. اینجا روی 100 درجه این فعال میشه. توی حالت لو روی 80 درجه مشتری میاد میگه آقا ماشین من چراغ چک روشنه، دمای آب روشنه، چراغ استپ روشنه و فن گاز کوب یک کله داره دورتور میزنه، سینه رادیاتم سرده. شما میتونید به این عزیز شک کنید، به این قطعه کاربردی شک کنید. دوستان ببخشید من سوکتشو نداشتم، به خاطر این تستایی که میخوام انجام بدم اینا رو گذاشتم که بیاد بالا و شما راحت ببینید و تستاشو انجام بدیم. خب روی ماشین بخواید تستش کنین، بعد بذارین ماشین 2-3 ساعتی درجا بمونه و عرضم خدمتتون سرد بشه و میاین پامپتون روی میذارین و عرضم به خدمتتون که یه دونه از پراباتون رو به این سیم و یه دونه از پرابتون هم به این سیم میذارین. این خرابه، حالا این هیچ چیزی نشون نمیده، خراب، البته درست هم وصل نشد روی قسمت لختیش و الان یه عددی میداد. این خرابه. عدد بین 13 تا 18 باید باشه، بین 13 تا 18 اگه باشه این درسته. ضمن توی گرما اگه اینو شما این تستو بزنین اون عدده که لازم دارین بهتون نمیده. همین ترموستات که جلو دست منه مالک اومدن جان گفتن که چراغ کروز کنترل روشنه و چراغ چک داره چشمک میزنه. کروز کنترل رو چک کردیم، سیم کشی خود کروز و استپ ترمز همین رو چک کردیم، یعنی اون سیستم کروز کنترل سالمه. این قطعه اینو عوض کردیم و اوکی شد. این اگه ماشین اومد با این مشخصات شما ترموستات برنجش رو تعویض کنید که ماشین اوکی بشه. خب حالا روی میز کار اینو چطوری تستش کنیم؟ میاین یه دونه از پرابا رو میذاریم به منفی، یه دونه از پرابا به مثبت و وقتی که ماشین روشنه دینام چقدر شارژ میکنه؟ 13 و 10. میام بنبه تغذیه رو میذاریم روی 13 و 10 که کم بیشتر این
و این زیر یک باشه، یعنی این اوکیه. یه تایمی باید صبر کنین تا الیمنتش گرم بشه و این دهنه باز بشه. عزیزان تست روی میز کار این قطعه ملزم به اینید که اینو توی آب قرار بدین و الا عمر این قطعه میاد پایین، عمرش کم میشه. شاید به مرتبه اتفاق نیفته ولی عمرش کم میشه. و هیچ وقت با باتری اینو تست نکنید. چرا؟ دلیلش اینه که این اگه اتصال داشته باشه به باتریتون آسیب میزنه، ولی من به تغذیه خودش میدونین که قطع کن داره. وقتی که آمپرکشی بره بالا اتومات قطع میشه. یه چند لحظه‌ای که صبر کنین، چند دقیقه که صبر کنین، به مرور این دهنه باز میشه. خب حالا شما اینو روی ماشین بازش کردین، دهنش کنار گذاشتین سرده، دهنش بازه. قسمت مکانیکیش خرابه، قسمت الکتریکالش حالا تست خودشو داره و این یک پارچه است. نمیتونیم بگین آقا الکتریکیش سیمپیچش خرابه من میام اینو عوض کنم. نه، نمیشه. اینا یک پارچه است و باید با هم عوض بشه. هیچ راهی نداره که شما بخواید اینو یکی یکی عوضش کنید. خب مطلب بعدی این که عادت ندارم مطالب ما یادداشت کنم، روی یادداشتم یکی یکی بخونم بگم. فراموش کردم مطلب بعدی چیه. خب مطلب بعدی اینه که عرضم به خدمتون اگه این خراب بشه، اگه این قطعه خراب بشه، قسمت الکتریکالش، قسمت مکانیکیش چی میشه؟ کار ما راه میندازه؟ جواب بله، راه میندازه. این وقتی که قسمت الکتریکیش خراب بشه ECU از دور خارج میشه و این روی 105 درجه که اینجا نوشته قسمت مکانیکیش عین ترموستات قدیم باز میشه، منتها روی 105 درجه. دوستان یه مطلب دیگه، مشتری بهتون زنگ میزنه، من همینجوری بودم، مشتری بهتون زنگ میزد سلام خوبی مرسی، من چراغ چکم روشنه، میگفتم اب نداره گاز شو بیا ما این نیست. الان دیگه این کلمه رو نگین. چراغ چک روشنه، ماشین رو خاموش کن، بزن کنار، یدکش کن، ببر جلو اولین تعمیرگاه. چرا؟ دیگه بزنه ببینین دلیلش چیه. اگر این مکانیکیش هم مشکل داشته باشه، الکتریکیش هم مشکل داشته باشه، چراغ چک رو روشن میکنه. الکتریکیش مشکل داشته باشه، چراغ چک رو روشن میکنه. وقتی که چراغ چک رو روشن میکنه شما دیاگ بزنین متوجه میشین، از این ایراد رو برطرف میکنین. والله اگر با همین ایراد بخوان طی مسافت کنید، ممکنه ماشین واشر بزنه. از الان دیگه اینو کنار بذارین که میگن آقا بیاین با چراغ چک روشن، آره بیاد، نه دیگه این قضیه این تموم شد. میزنی کنار، میذاری یدکش بیاد، اولین تعمیرگاه یا اولین نمایندگی میان چیکار میکنین؟ اینو دیاگ میزنین تا ایرادشو متوجه بشین و ایرادشو برطرف کنین که ماشینتون آسیبی نرسه. خب دوستان عزیزم، همونجور که متوجه شدین این قطعه دو تا پایی داره، پای 1 و 2. به پای یکش برق 12 ولتیه که از مین رله تغذیه میشه و به پای شماره 2 پالسی که از ECU به این قطعه میرسه و مستقیما توسط خود ECU کنترل میشه. ممنونم نگاه گرمتون، ممنونم که اجازه دادین درس پس بدم خدمت شما بزرگواران و اینکه براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. اگر دوست داشتین این کلیپ رو سابسکرایب کنید و لایک کنید
و اگر احساس کنید مفیده برای دوستانتونم ارسال کنید و با لایکتون و کامنت های قشنگتون ما رو یاری و انرژی بهمون منتقل کنید. سپاسگزارم از حضورتون در کانال من.